تشکرینیم از همه شما عزیزانی که پیام دادین. دوستای عزیز، آمدیم در سمت جنوب از بین درز سنگ و بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت یکایک شما بینندگان محترم، دوستای عزیز، وطنداران گرامی، همه شما عزیزان بخیر. با گزارش امروزی از بند همبستگی سنگجوی لومان خوش آمدید. دوستای عزیز، امروز پنجشنبه تاریخ 27 فوریه 2025 میلادی برابر با 9 یهود 1403 هجری خورشیدی، یک روز کاملا برفی و بارندگی که آمدیم با هم از بند همبستگی سنگجوی لومان بعد از تقریبا 12 روز از بند همبستگی دیدن کنیم و سعی کنیم با هم که وضعیت بند همبستگی از چه قراره و آیا لبریز شده یا نشده، مقداری او زیاد شده یا نشده، با هم دیدن کنیم. دوستا امیدوارم که در این گزارش ما را تا آخر بیننده باشین و همراهی کنین. دیگه دوستا آمادیم اینالی در پشت کوتل بند همبستگی هستیم. همیت گشته موریم تا به خود بند برسیم و از وضعیت بند دیدن کنیم. دوستای محترم، آمادیم دیگه بخیر در سر کوتل رسیدیم و قابل یادآوریه که تشکری کنیم از تمام دوستا و عزیزایی که به این چند روز گذشته پیام داده بودن و جویای احوال از ما شدن و همچنان بعضی از دوستا گفتن که از چند روز گذشته شما فعالیت نداشتن و ویدیویی از بند و دیگه نقاط نشر نکردین. دیگه تشکرینیم از همه شما عزیزانی که پیام دادین و جویای احوال از ما شدن. دوستا امروز فرصت مساعد شد، همچنان که یک روز برفی و بارندگی بود که بایم از بند با هم دیدن کنیم تا یک گزارش و یک تصویر از بند همبستگی سنگجوی که یک پروژه بسیار محبوب با حامیان بسیار پرشور و پرعلاقه داره یک گزارش تهیه کنیم و با هم از وضعیت بند دیدن کنیم. دیگه دوستای نخم گشته میریم بخیر که در سر بند برسیم و سعی کنیم که آیا آب لبریز شده یا نشده. همچنان خود مقدار آب که از کانال رسوبکش بیرون میشه تغییراتی در مقدار آب وجود هم نمیده، زیاد شده یا کم، یخبندی های روی رودخانه خدمتشم گزارش بگیریم. دوستای محترم و بینندگان عزیز، آمدیم در میدان سیخبندی هستیم و همکنون شما بیننده نمای بسیار زیبا و قشنگ بند همبستگی سنگجوی لومان هستین و دوستای عزیز، تا جایی که از اینجا دیده میشه یک مقدار آب از دهنه سریزه پایین میشه و خوشبختانه در روی دهنه سریزه یخ نزیده. آب را چون هوا گرم شده دیگه به خاطر اینکه مقدار آب ورودی به کاسه بند بیشتر از آب خروجی از کانال رسوبکش شده و مو خاطر دیگه یک مقدار آب از دهنه سریزه پایین شده و یک آبشار کوچک را به وجود آورده. اگر کانال رسوبکش هم بسته شده تمام آب اضافی از کاسه بند
از دهنه سرریزه پایین شده یک آبشار بسیار خوشنما و قشنگ را به وجود میره که انشالله در روزهای آینده این کار خواهد شد. دیگه امروز هم که هوا کاملا بارندگیه و مقدار آب دوستا از اینجا که معلوم میشه مقدار آب نسبت به روزهای آبگیری و مراتب زیادتر و زیادتر شده به خاطر همزی بارندگی های اخیر. دیگه حال دوستان نزدیکتر موریم و تمام نقاط دیوار بند را با هم از نزدیک مشاهده می‌کنیم. دوستای عزیز ما در روی دیوار در دهنه وسطی دوستای عزیز یک مقدار آب از دهنه سرریزه و دهنه وسطی سرریز شده یک نمای بسیار قشنگ را با وجود آورده و خیلی علاقمند از این بودم که این صحنه را و این نما را مشاهده کنم و بینگرم و خدا را هزاران بار سپاس و هزاران بار شکر که این صحنه را دیدیم با هم. دوستا اگر تمام آب اضافی از دهنه سرریزه پایین شده واقعا یک نمای بسیار قشنگ را به وجود میره. دوستا شما مشاهدنین هیچ گونه یخ هم نزده گرچه هوام ابریه و هوا گرمه دیگه هیچ گونه یخ هم اینجا وجود نداره که آب را یخ زده شد. دوستای عزیز آمدیم در سمت جنوب کاسه بند یم نمای برفی آب استاده امروز بند همبستگی سنگجوی لومون که شما مشاهدن دوستا چون اطراف آب استادم برف استاده دیگه خیلی یک نمای دیدنی نداره و روزی که برف ها بخیر آوش نه یخه که روی آب استادم آوش نه یک نمای بسیار قشنگ ره بند همبستگی سنگجوی و آب استاده بند با وجود میره. یعنی قسمت ها که یک مقدار سطح سنگکاری پایین بوده دیگه قسمت ها ما بر شده کم کم این دوستا یم دهنه سرریزه یا دهنه وسطی. دوستای نهایت محترم این قسمت پشت سر دیوار بنده در سمت جنوب که یک مقدار آب از بین درزه های سنگ که شما مشاهدن از بین درزه های سنگ آب جریان پیدا کرده و مایه حتی اینی سمت دوستا در سمت غربی کندنکاری قرار داره ولی چون از بین درز سنگ و معمولا شکستگی طبقات زمین در این قسمت طوری قرار داره که یک سر از این شکستگی ها به طرف داخل کاسه بند را داره و به مخاطر مقدار آب از بین کوه از داخل کاسه بند از بین درزه های سنگ نفوذ شده و بیرون از دیوار بند از این قسمت خارج میشه که انشاءالله کدام مشکل پیش نخواهد آورد چون به خاطر که در خود بدن بند لیکی وجود نداره و از بین درزهای سنگ که بالاتر از
کانال اضطراری این زیماب ها جریان داره. به به دوستای عزیزیم، پایین ترین پته دهنی سرریزه که روی پته به شکل مایل با یک شیوه بسیار تند کار شده. میگه دوستا شما مشاهدن این آب بسیار و نرمی از روی پته پایین میشه مماس با سطح دیوار و پته های بالایی دیگه آب دوستا بسیار کم از روی دیوار پایین میشه. قسمت بیشتر آب جدا از دیوار به شکل آبپر و آبشار جریان پیدا نمود. یک قسمت بسیار دیدنی، یک نمای بسیار زیبا و قشنگ را به وجود آورده. هم دوستا آب اضافی که از کانال رسوبکش بند همبستگی جریان پیدا نمود و دوستا تقریبا تا فاصله حدودا 10 متر دورترین نقطه آبی که از کانال رسوبکش میپره با فاصله 10 متر قرار داره. این نشان دهنده فشار بسیار بلند آب در روی کانال رسوبکش است. یه هم دوستای محترم، مقدار آبی که امروز روز 9 هوت است و 27 فبروری دوستا از رودخانه سنگجوی لومان جریان داره. دوستا مو قسمی که شما در تصویرم مشاهدن در مقایسه با روزه های آبگیری مقدار آب از رودخانه سنگجوی، مقدار آب جاری به مراتب زیاد و زیادتر شده. خوشا به حال او وقتی که او روزی که انشاءالله بتونیم تمام قطره قطره از این آب را مهار کنیم و مردم از این استفاده کنه با امید آن روز. تشکر و سپاس و قدردانی داریم دوستای نهایت عزیز از تک تک شما عزیزان، بینندگان و حامیان عزیزی بند همبستگی سنگجوی لومان که همچون پروژه بزرگ و پر افتخاری را با وجود آوردین با کمک های مالی و معنوی خود. از تک تک شما عزیزان که با قدم و قلم خود زحمت کشیدین و همچون پروژه پر افتخار را با وجود آوردین نهایت سپاس گذاریم. دوستا صدای قطرات آبی که از بند همبستگی سنگجوی لومان خارج میشه و از آبشار بند سرازیر میشه یک موسیقی طبیعی آرام و رومانتیک و با وجود میاد که گوشه های ما را با گرمی و با عشق نوازش میده. یک صدای بسیار قشنگ طبیعی
آرام. دوستای عزیز، یم نمای آبستاده امروز از زاویه سمت شمال که کاسبان لبریز از آب. دوستای محترم و بینندگان عزیز، ای بود گزارش امروزی از مو و بازدید از بنده همبستگی سنگجوی لمان که تقدیم شما خوبان شد. تا گزارش بعدی، برنامه بعدی، شما رو به خدای پاک و بی نیاز میسپارم. خدا نگهدار.